صبح دیگر را در باغ شروع میکنیم. تنکر بالای بدادم در نان لقمه آورده. شاخا، پلنگا، کوینا، پرنسسا، لوتا هر چی بودین تا پشت این در. اینجا منطقه منه. شما فکر کردین اسم قدرت ولی نشون میدم قدرت دست کیه. بری چی شلوارجی پوشیدی؟ با گرگری که پرزوندمت میشه عبرت بری درس بقیه. بچه‌ها شما دلتون پاکه، دعا کنین بارون بیا. ما ایدل اون صاف بود که تو 10 بار رفته بودی زیر تریلی. پسر تو فردا با اولیا بیا. عمم میشه؟ عمت هم میشه. آی بابا سگی که ریدی کف دفتر. میشناسم بیا خودت معرفی کن. فقط اونایی که کسل کردن میتونن آب بخورن. برو کسل کن بیا. آقای ناظم اگه میشه بچه ما رو ثبت نام بکن. ثبت چه نامی؟ ظرفیت نداری. کلاس 2 کلهم اخراج. من اصلا کلاس 2 نمیخوام داشته باشم. یک بپرسه. غلامی فرزند اکبر شماره شناسنامه 546 تا اسم ننه نگفته تو ببردی به دفتر. این دستشویی انفرادیه چیکار میکنین 10 تا توی دستشویی؟ خونه خراب شیر دستشویی میری چی کرچیدی؟ آقایون معلما مدیر اعلام کرده فردا بازرس آموزش پرورش داره میاد. هر چی نخاله داری فردا تعطیلی اجباری. فردا بازرس داره میاد. میخوام شیرینی بخش کنم. به هر دلیلی شیرینی منگنه بود تو هم، پیچ موره بود تو هم، چسبیده بود تو هم. یکی شد 2 تا پرونده زیر چه خونه. مرادی شرفمون رفت. بازرس مدیر دانش آموز پرسیده در خیبر کی کنده؟ دانش آموز زار گریه میگه من نکندم. به معلم میگه اصلا خانواده بدبختی داره اهل در کندن نی. خب نمیتونستی بگی ما 2 شیفتیم شاید کار شیفت صبحیا باشه. آقا یه دری میچن اصلا خرجش میدی هزینه‌ش میدی. ناظمی صاحب درسی در خیبر حضرت علی کنده. خب خدا رو شکر سر ما رفت.